نشر تازه ترین تصاویر از محفل نامزدی غزال نایت، هنرمند مشهور کشور در کانادا. غزال نایت بار دیگر نامزد شد. همسر دوم غزال نایت کیست؟ فی باکی نامزد شده است. گفتنی‌های تازه غزال نایت برای دوستداران و طرفدارانش و گله و شکایت رجا رایش همسر اول غزال نایت. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بدینده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. غزال نایت، هنرمند پاپ استار، محبوب، موفق و ناماشنای افغان که در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت خاصی دارد. غزال نایت عاشقانه هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان ادامه می‌دهد. کارهای هنری غزال نایت در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت خاصی دارد و این هنرمند توانسته است در مدت خیلی کوتاه شهرت خوب کسب کند. اولین کارهای هنری غزال نایت با نظیر خارا بوده است و بعد از سفرش به کشور کانادا به طور رسمی به هنر موسیقیش پرداخت و ویدیو کلیپ های در میان مردم افغانستان به نشر گذاشت. این همه در حالی است که غزال نایت یک بار با رجا رایش ازدواج کرد و بعد از مدتی از همسرش جدا شده است. تازه تصاویرش در میان صفحات مجازی به نشر میرسد که غزال نایت بار دیگر نامزد شده است، اما نامی از همسر دومش نبرده است. اما رجا رایش همسر اول غزال نایت در کشور استرالیا اکنون زندگی دارد و بارها غزال نایت را خائن خطاب کرده است، ولی هر انسان خودش میداند و تصمیمات زندگیش. من آرزوی خوشبختی و سعادت برای این هنرمندان از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. آرزوی موفقیت و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از این هنرمندان خوب کشور خواهیم بود. همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، شما نازنینان ارجمند کانال دنیا اینفو را بالای منان امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.